سیوم رو گرفته است، مدال برنجی دارد. حالا پهلوانی ما با پیراهن کبود با میدان می آید و اینجا در همین برابر الحسن سوغای از عربستان سعودی هست. خوب پهلوانان بیاید توجه اون بیشتر به پهلوان تاجیکستان میکنیم. سروش ارکایف چگونه مهارت نشون میدهد. یک بار سروش با هجوم میرود و ببینید اینجا یک حالت بسیار عالی را اجرا میکند و وزاری کار میکند پهلوان تاجیک. بسیار در لحظه های اول آفرین با این حرکت و این اسلوبی که او استفاده میبرد در حقیقت باعث شادی هست، چون که این آغاز مسابقه است و در آغاز مسابقه پهلوانی ما یک عملی زیبا رو بسیار هم مجلا اجرا کرد و توانست که صاحب وزر شود. سروش در همون واخوریه که من گفتم که جای سیوم رو گرفته بود، گیورگی یوگای رو از لبنان هم شکست داده بود. اون من در برابر پهلوان تاجیک حالا باز یک امکانات دیگر برای پهلوانی ما وجود داشت. بسیار آرام است با وجهش چون نظر میکنیم پهلوانی ما بسیار آرام است. این به ما امید میبخشد که او در این واخوری پیروز میشود. حالا باز یک نزدیک شوی، باز یک اصول رو استفاده بردن. باز خوب اینجا حریف هم میخواد صدیق تیت رو استفاده برن، اما اینجا یک قهرمانی پهلوان تاجیکستان و اینجا پهلوان عرب مغلوب میشود. اینجا الحسن سغیر پیش از مولد ببینید اینجا دقیقش رو ندیدم، بفرم 2 دقیقه و چند ثانیه است و ما مبارکباد میگیم با سروش ارکایف که در اولین دیدارش بسیار با یک مهارت عالی قائل کرد ما رو و با بازی های دور دوم گذاشت. اکنون پهلوانی ما در واخوری بله دوستان گرامی، اینجا حالا سروش ارکایف با کتیچان پونای با صاحبان میدان در میدان است و پهلوانی ما در حالت خوب قرار دارد برای لدهی امکانیت میجوید. خیلی خوب در حالت هرچند ما دیرتر به این واخوری پیوستیم و تسلیم میشود. اینجا کتیچان پونیای از تایلند و سروش ارکایف همچون غالبی زیگروهی بی با دور آینده میگذرد. بله برای پهلوانی ما بسیار فرصتی موافق است که در این واخوری هایی که ادامه دارند در تایلند صاحب مدال شود. یک قدم دیگر ولکه سروش ارکایف تاجیکستان را باز به پیش میبرد و صاحب مدال ها هم خواهد شد. خوب کمی هم باشد ما دیرتر به این گلیم گذاشتیم ولی به این نگاه نکرده. خوب واخوری نیم نهایی که ما تا حالا انتظارش بودیم. اینجا نورکنات سریکبایف از قزاقستان و همچنین پهلوان تاجیکستانی سروش ارکایف به میدان آمدن. سروش باز با پیراهن کبود است دوستان گرامی و این یکی از واخوری های زیبای جالب خواهد بود که برای ما اگر در صورت غلبه کردن سروش ما میتوانیم الکی از اینجا کمش با میدان نقطه رویم و حالا باشد بیاید توجه میکنیم که پهلوان ما چگونه اینجا هنر نشون میدهد. در 2 واخوری پیشینش بسیار هم خوب بود، اما اینجا سروش به خطاگی را داد، امکانیت داد که حریف رو به خود کشد و به تخت پوش زند. ایپان در همگی 24 ثانیه. سروش اکنون به واخوری های دیگر برای جای سیوم می رود. بسیار امکانیت های 2 واخوری زیبا رو خوب شروع کرد ولی در مورد دیگر نورکنات سریکبایف قزاق او رو برای با نوشتن با جای یکم یا دوم مدال برنجی وزن تا 60 کیلو پهلوان جمهوری تاجیکستان به میدان برآمد و این چهره رو ما اکنون که سروش
ارکایف نام دارد براستی چندان خوب نمیشناسیم و از روی اطلاعاتی که به دست آمد این هم در فدراسیون روسیه تا چند سال مشق ورزی کرده بود. شمسیه سعیده و یک مسئولی فدراسیون جودوی تاجیکستان هم در سفر برای این ورزشگر چند دفعه سهمگزار بودند. یعنی توصیه مربیان در سمت بهداشت ملکه و هنر ورزشگر نورس خیلی ارزنده هم هست. ارکایف در مقاومت پهلوان قزاقستانی ناکام شد. یک غلبه که داشت در مقابل ورزشگر عربستان سعودی بود. بعدا هم حریف خود رو هم از هنگ کنگ شکست داد، اشتباه نکنم یا تایلند. بله، بعدا به دور دیگر راه یافت، یعنی در واخوری نیمه نهایی از سریکبایف شکست خورد و حق مبارزه رو برای مدال برنجی وزن تا 60 کیلو میان جوانان پیدا کرد. با پهلوان ناکام این مرحله اکنون رقابت دارد با ورزشگر مغولستان. نماینده مغولستان هم در زیر گروه دی رقابت را با باتوروف چینگونه شروع کرد. بعدا ورزشگران کره جنوبی هم در این روند خیلی مسئولیت داشتند. نیم سورن من سیخان رقیب 18 ساله پهلوان جمهوری تاجیکستان است که 4 سبقت‌های سطحی باشکوه را دارد و پهلوان تاجیکستان هم در این روند دفاع میکند و نمیگذارد که سفید پوشی که صورت افزایی دارد در این جریان موفق باشد. چرا و زری اندکی باز هم در تلاش کشیدن سر حسین اگر این لحظه هم سروش جهد میکرد لکی و زری رو مال خود مینمود. افسوس. حالا وقت هست، امکانیت البته بهتر خواهد شد. امیدواریم در هنگ کنگ میان نورسان پهلوان مغولستان سال 2019 برنده مدال طلا شده بود. پهلوان تاجیکستان اندک به سهلنگاری راه داده. قواش هم کم بسندگی نکرد ولی باز هم در فرصت دفاع کردن آماده نبود، چون که جفت شد، نزدیک آمد. فشار خیلی چگونه باید شهر داد، فشار هم بسیار با سرعت بود، هم قوی و هم با سرعت. پهلوان ما در این رقابت جای 5م رو میگیرد بعد این ناکامی که مدال برنجی رو از دست داد.